عمل نمیتونم چی کنم؟ دوستان این سوال خیلی دوست است که میگه خب من خیلی کارا را میدانم ولی عمل نمیتونم. کتاب زیاد خواندم، پادکست زیاد گوش کردم، ویدیوها رو زیاد دیدم ولی عمل نمیتونم. دوستان چند مشکل وجود داره. اول ما آدمای کمالگر هستیم، میگیم که اگر شروع کنم عمل کنم باید همه چیز درست باشه، باید فرصتش درست باشه، باید زمینه انجام مناسبش باید وجود داشته باشه. اینی را باید حذف کرد. یعنی وقت مناسبی که ما میخوایم نمیرسه، کار مناسبی که ما میخوایم انجام بدیم نمیشه، خیلی وقت اینا نمیشه. واقعا درستش است که با وجودی که تو جنجال داری شروع کن، با وجودی که مشکلات وجود داره شروع کن. خب یعنی منظوری که شما اگر میخواین آدم عملگرا باشین، دنبال وقت و زمان مناسب نباشین که حتما زمانش برسه، باید همه چیز درست باشه. ما از کم شروع میکنیم، ولو خیلی کم، خیلی کوچک. اگر یک گام بسیار کوچک برداریم، آهسته آهسته ما به فرد عملگرا تبدیل میشیم.